شما اصلا نفهمیدی، فکر میکنی اینجا مشکل قلم و کاغذ بوده. مشکل قلم و کاغذ نبود. وقتی که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم فحش میدن، یک کسی در حال مریضی هست، در درد شدید، این قلم و کاغذ به فحش میدن، خب به این افراد وصیت نوشتن بی‌فایده هست، قبول نمیکنن. مشکلی نبود که چرا قلم کاغذ آوردن شد، مشکل اینه که اینا قبول نکردن. پس وقتی که معلوم شد اینها در رسول خدا صلی الله علیه و سلم فحش میدهند در حیاتش، اون رسول خدا اون وصیت نوشتن اصلا فایده ای نداره، اون وصیت رو پیش نشه. خب اینا همون جا حاضرتن شمشیر بکشن و کار بالاتر برسه. کسی که حاضر هست در رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حیاتش فحش بدهد و در اونجا تخاصم بکنن، اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پافشاری بکنن، اونجا همون جنگ صفین در اونجا آغاز می شود. شما فکر کردید مشکل اینه که قلم و کاغذ اونجا بله پیدا نشد. خب آخر قلم و کاغذ در جای پیدا میشد، اون که مشکلی نبود. وقتی که این جماعت فحش میدهد دیگر در اون جو، در اون فضا، بله، و اونجا حاضر اصلا تخاصم بکنند و بله مسئله بالا بشه، شمشیرها کشیده بشود و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حال از دنیا رفتن هست، چند روز بعدش از دنیا می رود. در اون حال اگر همونجا اصرار بکنن، جنگ صفین همونجا آغاز می شود، کشتار همونجا آغاز می شود و همون کاری را که کفار می خواهند، نابودی اسلام، که اسلام از بیخ و بنیان از اساس از بین بروند، اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه از بین بروند، همونجا به دست می آید. ثانیا در اون وصیت رسول، بله، وقتی که اینها کفر خود را بیان کردن، این که قبول نمی کنند حرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنده هست، قبول ندارن، میگن که تو هزیان میگی، اون که نوشته بعضی الفاظش را قبول میکنن. این خیلی حرف عجیبیه. ثالثا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواد چی بنویسه اونجا؟ میخواد بنویسه که امیر المؤمنین اصلا جانشین من است. درسته؟ خب وقتی که جماعتی که رقیب امیر المؤمنین علیه السلام است، طمع در خلافت دارن، جریان عمر و یاران عمر و ابوبکر، اینها وقتی که همونجا کفر خدا ظاهر کردن، گفتن که هزیان میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم، هزیان میگوید دیگر در همون مطلب حاصل شد. چرا؟ وقتی که اون کس مسلمین در این حیرت هستن که وصی برحق یا ابوبکر و عمر یا امیر المؤمنین علیه السلام، شیعه میگن امیر المؤمنین علیه السلام، عمر یا میگن ابوبکر و عمر. وقتی که ثابت شد کفر اونها دیگر همین معنایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواد بنویسد نوشته شده. اما وصیت خصوصی برای امیر المؤمنین علیه السلام، وصایای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چه مکتوبا و چه زبانا برای امیر المؤمنین علیه السلام خیلی زیاده. مکتوبا اصلا جامعه، کتاب جامعه که از کتب اهل بیت علیهم السلام، کتابی است که به املاء رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خط امیر المؤمنین علیه السلام و اون نزد اهل بیت علیهم السلام امیر المؤمنین علیه السلام از زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته. و این که تا آخر لحظه آخر روایت خیلی زیاده که برایتون قبلا نشان دادم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا هنگامی که از دنیا رفتن با امیر المؤمنین علیه السلام مناجات میکردن، نجوا میکردن، که در اون لحظه آخر 1000 حرف از علم آموخت که هر 1000 باب از علم آموخت که هر باب او 1000 باب را باز میکنن. روایاتش در کتب مخالفین موجوده، برایتون نشان دادم اون را در سابق. لذا برادر عزیز من، این حرف که چرا قلم و کاغذ پیدا نشد، مصیبت این نیست که چرا قلم و کاغذ پیدا نشد، در اونجا وصیت قلم و کاغذ وصیت نوشتن اصلا فایده نداره، بلکه مضراتش بیشتره و مفسدهش بیشتره تا فایدهش.